السلام علیکم بابای شام داملای عزیز شیرین سخن ببخشید که من 3 سوال میتونم لیکن جواب گویید. خیلی دادر عزیز جواب میگه انشالله. یکم هنگام زن نکاحی گرفتن در شب اول با وی چه خیل نزدیکی کنیم؟ چون که شریعت من میکند دیگر نمودی نزدیکی ها را. اولش که دادر عزیز شریعت هیچ خیل نمودی نزدیکی را با همسر من نکرده. اینش گپش ناتوریست این گپ بودم. خوب اکنون میخوایی که رنگ شیخا باشی؟ خوب اکنون اون طرفش نمیگم چیزا کتابا گفتی اولش میگم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای ما و شما تعلیم دادیم برای جوانای نوعروس آدابی زفافا، آدابی شب اول با عروس نزدیک شدن است. آن چیزی که فقهای اسلام امام غزالی آورده در کتاباشم میخوام گویم. در حکایه هست شوخی داشتیم که نمیگم به رسول اکرم. آدابش همین است که وقتی که شما پیشی عروس پیشتان میبرن تگی چملی هر تدان 2 به 2 تنها میشوید ینگه ها برآمده که میروند گفتیم ملک خانه به خوشامن که شد شما بسم الله الرحمن الرحیم گویه پیش کلین رو به عروس روی مال از سرش برداره این وقت عروس ها لومان هم نداره خدا روی مال عروس برداره دستانو در پیشانیش مونه. این تعلیم پیغمبر خداست. دعا کنه الحمد خدایا گویه اللهم انی اسألک من خیرها و خیر ما جبلتها له. خدایا من از تو عاجزانه دعا میکنم که این عروس من برای من عروس خوش اخلاق کن، عروس با آداب کن، عروس با وفا کن، عروس کن که خاندان من احترام کنه. این دعاش. و اعوذ بک من شرها و شر ما جبلتها علیه. خدایا من پناه میگیرم از این عروس، از بد اخلاقیش، از بی حیاگیش، از بد معاملگیش، از هر خلقی بده که در طبیعت اوست. خدایا از وی من پناه ده. این است آداب اولی جوان یعنی شاه بچه ها. این یک. دویمش وقتی که هرتون در بالای دیوان میشینه در حال او رو غلطانده بالای سوار نشد. رسول اکرم نکردن که لا یقعن احدکم علی امرأته کما تقع البهیمة. شما بالای هم سرتانده مانند حیوان برین در حال خیصده سوار نشه. گفتن ولیکن بینکما رسول، باید بین شما این عروس و داماد اول میان رو باشد. میان چی باشد؟ اصحاب گفتن یا رسول الله من رسول میان رو چی؟ حضرت گفتن الکلام والقبله. یادم اکشین قطعی صحبت کن، صحبت های شیرینی عاشقی و معشوقی لیلی مجنونی کن، بس آنه آیسته آیسته با بوسش کن، با تنهاش مالیدن گیر. وقتی که دیدی که ویم رنگی خودو تیار کی شد انسانی با بسم الله الرحمن الرحیم اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا گو تکی کرپت را کرد کرنگی. جوان خوب چی خیلی میکنی کاری تو بشت ما کار نداره. بچه های خوشلو نگه این دعا رو فراموش نکنه. این دعا پیغمبر خدا رو تعلیم شد برای ما. بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. خداوندا من به همسرم همخوابگی میکنم، از این همخوابگی برای من شیطان رو دور کن. از این همخوابگی برای من فرزند خوب صالح اهل ایمانی به دنیا بیار. انا من دعا رو کنه بچه ها دام بچه های خوب بجواد. امروز همه پدرها رو بچه هاشون آقی پدر های بچه هاشون به حیا و به عفت و افلاس های به خاطر آنکه این سنت رسول اکرم عمل نمیکنه. بنابر اکثر خانداری های پدر و مادران شیطان در این خانداری شریک است. بچهش بنابر آدم کش میشد، بچهش زناگار میشد، بچهش آقی پدر میشود. فهمیدی شده؟ اما عربی رو نمیدونی تاجیکی گویه خدایا به نام تو بسم الله الرحمن الرحیم خدایا من به همسرم همخوابگی میکنم، از این همخوابگی برای ما فرزند صالح با تقوای پاکیزه و خوش اخلاق به دنیا بیار. خدایا شیطان در این همخوابگی به ما نزدیک نمون. نمی دعا رو کنه. این پیغمبر تعلیم شد. یا الله نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم من نشئتم. دادر عزیز تکی جاگه که در آمدی ادیال در بالات پرتو کاری تو سنش